بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمة ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا سیدتی و مولاتی یا فاطمة المعصومه و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند کلام سلام. با دلی لبریز از محبت اون بینیاز والا مقام سلام. و به شکرانه این بهار قرآن و ذکر و دعا و طلب التیام سلام. سلام به روی ماهتون، هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهر الله، مسافرای بهشت. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. طاعات، عبادات، همه کارهای خوبی که تا اینجای ضیافت الله انجام دادید انشاءالله که مورد قبول صاحب خانه خدای بزرگ و مهربانمون قرار گرفته باشه. این 14مین روزیه که من و شما مهمان اختصاصی مهمانی بی‌نظیر خدای بزرگیم و اگر از این بابت شب و روز هم ما خدا رو سجده شکر به جا بیاریم، یک شکر او از 1000 نتوان کرد. من و شما مهمان اختصاصی خدای بزرگ و مهربان هستیم، بماند مهمان اختصاصی حضرت کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هستیم. گفت من و این همه خوشبختی محاله، یعنی باورمون نمیشد که امسال ما این 14 روز رو مهمان این بیبی کریمه باشیم و ضمناً مهمان خدای بزرگ و مهربان هم که هممون هستیم و انشاءالله که قدردان این همه الطاف الهی باشیم. داریم به شب و روزی میرسیم که دیگه نورون علی نور میشه، یعنی هم مهمان کریم بنده نوازیم، هم مهمان کریمه آل طاهاییم، حالا میخوایم مهمان کریم اهل بیت هم بشیم. جانم به امام حسن مجتبی علیه السلام که امشب و فردا شب سر سفره، همه عمرمون البته امشب و فردا شب اختصاصی دیگه مهمانی در مهمانی میشه حسابی انشاءالله که در خونه امام حسن مجتبی سر سفرهشون پر رزق و روزی باشن همه مسلمان ها، همه شیعیان، مخصوصا هم نفسه یاد خدا انشاءالله. خب عرضم موضوع شما که مهمان و در واقع برنده خوش اقبال قرعه کشی دیروز ما که یک پرچم متبرک آستان را هدیه میکنیم به زودی خدمتشون، از استان کرمان هستن، شهرستان راور. به همه کرمانی های عزیزم سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعاتشون رو دارم. و آقای حسین کارگر راوری اسم برنده ما هستن. آقای حسین کارگر راوری از کرمان، بله، دیار شهید سلیمانی عزیز که به روح مطهرشون سلام و درود و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و این هدیه رو هم خیلی زود تقدیم آقای کارگر راوری میکنیم. ایشان به 301122 پیامک زدن و شما میتونید امروز این فرصت برای شما هم هست. گوش و کنار مردم من تو خیابون میدن میپرسن، فقط راش همینه، پارتی بازی نداریم. 301122
فقط اگر پرچم متبرک میخواین راش اینه، دوستانی که اینجا هستن هم میتونن ارسال بکنن به 301122 عبارت یا فاطمه معصومه یا معصومه، خلاصه با هر پسوند و پیشوندی رو سلام الله علیها رو میتونید ارسال بفرمایید و شما انشاءالله نفر برگزیده ما باشید. بریم سراغ متخصص و کارشناس این چند روزه برنامه‌مون که با افتخار توی این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. اختیار دادن. حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز امروز قسمت شد، ما همین اول برنامه خدمتشون سلام عرض می‌کنم. نمیدونم حکمتش چیه ولی خب لابد یه حکمتی داشته. سلام و خیر مقدم خدمتشون بگیم بعد بریم سراغ بخش اول برنامه. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید، تاعت قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. تبریک و تهنیت هم عرض می‌کنم. این ایام سراسر نور و برکت رو ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر بینندگان خوبمون، حضار محترم حضرت عالی و همکاران محترمتون زنده باشید. ما هم خدمت شما و همه عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. میثم جان اگه به من اجازه بدی، حالا که اینطوری قسمت شد، من اون سوالی که بیننده عزیزمون درباره موضوعات روز گذشته بوده بپرسم از حاج آقا، بعد بریم سراغ اون بخش و برگردیم و گفتگو امروزمون رو شروع بکنیم. خب یکی از بیننده هامون حاج آقا پرسیدن که اجازه میدین اول من بله بفرمایید. نخواهش میکنم. به همین سامانه 301122 شما میتونید ضمناً سوالاتون هم ارسال بفرمایید. این سوال رو ما از همین طریق دریافت کردیم. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشی قبولی طاعات و اینا، ما هم همین آرزوها رو برای شما داریم. پسرام اهل نماز و کلاس قرآن بودن، الان چند وقت دیگه نماز نمیخونن. ای داد بیداد. 21 ساله و 23 ساله، یکشون 21 سالش یکشون 23 سالش. نمیدونم چی کار کنم، خواهش میکنم راهنمایی کنید. این خیلی ها این در واقع نگرانی رو دارن، یعنی جووناشون قبلا اهل نماز و مسجد و قرآن و اینا بودن، الان حالا یا نمیخونن یا یکی در میون و خلاصه دست پا شکسته. یه راهنمایی. برخی از اساتید اخلاق یک تعبیری دارن، میگن که ما هرچه به عصر ظهور حضرت ولی است نزدیک میشیم، شیطان تقلاش بیشتر میشه، بیشتر میخواد انسانها رو از مسیر حق منحرف کنه. یکی از جاهایی که میگن شیطان چشم طمع ویژه‌ای داره، پیوندهای مقدسه. مثلا ببینید یکی از پیوندها زوجیته، یکی از پیوندها ارتباط فرزندان و والدینه، به شدت مورد طمع شیطانه. من اینجا یه جمله‌ای رو عرض بکنم چون میبینم خیلی از جمعیت حاضر ما نوجوانان عزیزمون هستن، جوانان خوبمون هستن. این جمله رو من امشب که شب ولادت کریم اهل بیت به هدیه داشته باشید. ببین اگر جوانای عزیز شما در اوج همه خوبی ها باشید، نماز اول وقت بخونین، پیاده روی 40 برین، روزاتون، مناجات های شبانتون، جوشن کبیرتون، احیا گرفتنتون، همه اینها رو در اوج باشید، همه رو. ولی اگر پیوست رضایت والدین در نامه عملتون نباشه، باید با بهش بای بای بکنید، یعنی بهش بی بهش. جدی؟ یعنی بله، تا همین حد؟ تا همین حد. این نه اینکه حرف بنده باشه، روایت این رو میگه. حضرت فرمودن که کسی که نارضایتی والدینش رو در نامه عملش داشته باشه، بوی بهشت رو نمیفهمد که از 700 سال راه به مشام میرسه. حالا شما ببینیم روایت مطلقه. و یه نکته دومی هم من اینجا بگم، بعد بیم سراغ سوال این بیننده و شنونده خوبمون. و بدانید کسی که رضایت والدین رو نداشته باشه گرفتاره، یعنی روز و شبش قاطیه. یا آقای آمده بود چند وقت پیش ما، یه جایی بودیم، محضر یکی از علما بودیم،
نشست و گفت یه مشکل دارم. گفتم خب از آقا برید بپرسید. رفت محضر ایشون و سوالش رو طرح کرد و ایشون گفتش که شما چند سال پیش مستاجری داشتید، مستاجر تو خیلی اذیت کردی، نکبت این زندگیت رو گرفته. چون آقا طرح مسئلهش این بود، میگه من روز و شب ندارم، یعنی چشم که باز میکنم گرفتاری تو زندگیمه، تو مشکلات دارم غوطه‌ور میشم، نمیدونم سحرم کردن، جادوم کردن، طلسمم کردن. آقا فرمود نه هیچ کدوم اینا نیست، برو مستاجرتو پیدا کن، رضایتشو بطلب، مشکلاتت حل میشه. بعد حالا چرا من این رو گفتم؟ یه شخصی میره مستاجرش رو اذیت میکنه، اینجوری نکبت زندگیش رو میگیره. حالا شما تصور بکنید ما والدینمون از ما ناراضی باشن، بعد میگیم چرا حالمون خوب نیست. ما خیلی تو مشاوره اینا رو داریم، میاد میبینه الحمدلله خونه داره، ماشین داره، شغلش خوبه، توانمندیاش خوبه، دستش به دهنش میرسه، ولی میگه حال دلم خوب نیست، نمیدونم چرا اینجوریم. یکی از عللش همینه، اون عدم رضایت والدین. لذا برای همین شما در قرآن یک همچون تأکیدی رو بعد از پرستش خدا میبینید مطرح میشه که نسبت به پدر و مادر باید خضوع و خشوع داشت. جوان میاد گاهی اوقات نوجوان میگه پدرم زده تو گوشم، چیکار کنم آجا؟ میگم اون گوشت هم بگیر بزن. مطلقا حتی تو چشم پدرت نگاه تو ننداز، وگرنه بعد میبینی چه مصیبتی زندگیت رو میگیره. و خیلی از این حالای خوبی که ما نداریم بخشش ریشه‌اش تو اینه. پس شیطان هم میدونه این ارتباطشون یک ارتباط بسیار مهم و مؤثریه، بالاخره یه جوری میخواد بین پدر و فرزند، فرزند و والدین رو شکراب بکنه. یکی دیگه پیوندهای مقدس پیوند بین انسان و خداست، که یکی از نمودها و نمادهای حقیقیش نمازه. یعنی نماز همونطوری که در چند روز قبل بنده عرض کردم به نوعی اتصال زمین و آسمانه، یعنی زمین رو با آسمان نزدیک میکنه نماز. ولذا شیطان هم به شدت چشم طمع به بحث نماز داره. ولذا امروز شما میبینید گاهی اوقات یه جوان دانشگاه قبول نمیشه، رشته مورد علاقش قبول نمیشه، اولین کاری که میکنه نمازش رو میذاره کنار، نمیره سیستم آموزش و پرورش و نمیدونم کنکور و اینا رو زیر سوال ببره، میگه آقا اونا شاید دارن اشتباه میکنن. یعنی اول قهرش رو میبره سراغ خدا و اینجا یعنی دقیقاً تو زمین شیطان داره بازی میکنه. مثلا خانم میگه من استخاره گرفتم، این مرده خوب بود باهاش ازدواج کردم، الان بد در اومد، هندونه تو سفیده، نمازش اول میذاره کنار. بابا ازدواج که فقط با استخاره نی، تحقیق میخواد، بررسی میخواد، مشورت میخواد. چرا تو اول عیب رو از خودت نمیبینی سری نماز رو میذاری کنار؟ باباش بد اخلاقی میکنه، چون حالا بابای نماز میخونه این دیگه نمیخونه، یعنی میره اولین کاری که میکنه نماز رو میذاره. حالا بابات بد اخلاقی میکنه، تو چرا عقدهات سر نماز خالی میکنی؟ این ارتباط حاج آقای اشتباه میکنه، اقتصاد بالا و پایین میشه، اولین کاری که میکنی با نماز میریم قهر میکنیم. این شیوه غلطیه، یعنی دقیقاً بازی کردن در اون زمین بازی شیطانه. خب ببینید حالا یه بخشی از این نکاتی که بنده میخوام خصوصا نسبت به این دو جوانی که مادر یا پدرشون گفتن قبلا نماز میخونن الان نمیخونن، دو سه تا نکته عرض بکنم به نظرم اینا مؤثره در نماز نخواندن. کپسولی بفرمایید. یکیش همنشینه و معمولا ما این رو دیدیم که بچه‌ها مثلا وارد مقطع دبیرستان میشن، وارد دانشگاه میشن، یه همنشین بدی پیدا میکنن، اصلا کلا رفتارشون تغییر میکنه و واقعا این مسئولیت حاکمان ما رو هم بالا میبره. یعنی ببینیم الان مثال عرض میکنم، وقتی ما میبینیم این دغدغه پدر و مادرانه، خب من برای سیستم آموزشیم چه تدبیری اندیشیدم که این نوجوان نمازخون رو میارم تو سیستم خودم، میشونمش کنار یه بچه بی نماز، 2 هفته بعد این بی نماز میشه. خب بشینن متفکران سیستم‌های آموزشی ما، اتاق‌های اندیشه ورزی، به جایی که اونی که نماز نمیخونده حالا با این همنشینی نماز خون بشه برعکس. بله البته اینا عرض بکنم گرایش به منفی قویه، قوی تره. من یه نکته رو میخوام بگم، یه اعترافی رو. ببینید الان یه کسی بیاد به من تراشون بگه آقای تراشون من یه 500 تا نوجوان به شما تحویل میدیم،
شرعاً و اخلاقاً و قانوناً این هیچ ممانعتی هم وجود نداره. شما چقدر وقت میخواید اینا رو خرابشون کنید؟ میگم من کمتر از نصف روز 500 تا رو خراب میکنم، تمام نسخه شونه میپیچم. حالا یک کسی بیاد به من میگه من 10 تا نوجوان بی نماز آقا میخوام به شما تراشونی که کار تربیتی کردین، خانواده کردید، تحویل بدیم اینا رو نماز خونشون کنین، چقدر زمان میخواید؟ یه روز خوبه میگم کمه، یه هفته نمیشه، 1 ماه اصلا نمیشه قول داد، 1 سال نمیتونم قول بدم بهتون. دلیلش اینه که اون ور قدرت غریزه قویه. ولی تا این دشمنم واقعا من همیشه میگم شیطان ما الکی گاهی اوقات گندش میکنیم. شیطان انقدر هم گنده نیست، اومده رگ خوابه، بله رگ خواب انسان رو دست گرفته. من یه موقعی میگم که شما الان این غربی ها ادعا میکنن ما تو سیستم های آموزشیمون فلان فلان اینا خیلی پیشرفت کردیم، بعدش میخوایم به صورت پایلوت یکی از مدارسشون رو در توسعه یافته ترین کشورهای اروپایی بیان این مدرسه رو بچه ها رو مذهبی بکنن، نمازخونشون بکنن. ببین میتونن به این راحتی؟ واقعا نمیشه. برای همین ما میگیم انقلاب اسلامی یک معجزه بی‌نظیر است. خیلی خوب، خیلی خوب. این همه نمازخون، این همه اعتکاف برو، پس دوست اثر داره. دومی رو خیلی کوتاه بگم، من به والدین بگم ما باید باورهای دینی بچه‌هامون رو هم تقویت بکنیم. ما گاهی بچه‌ها رو میاریم تو مجال نماز میخونن، جو رو میبینن، نمازخون میشن، ولی یک شبهه اعتقادی وقتی مثل خوره به جونشون میافته باز نماز رو ترک میکنن. لذا حتما ما باید باورهای اعتقادی، خصوصا من در اون جلسه بحث نماز هم گفتم، خصوصا توحید و معاد رو در کنارش عدل الهی، نبوت و امامت رو در بچه‌هامون تقویتشون بکنیم. بله. اگر این تقویت بشه دیگه این نیستش که حتی یه رفیق نابابم بتونه به راحتی اینا رو از مسجد جدا بکنه. یه روزها یه مکانهای این شرایط مهیاتر میشه، مثل همین ماه مبارک رمضان، مثل همین حرم مطهر، شب ساعت 9:30 خانواده ها میان گرده‌ای میشینن ترتیل قرآن میکنن. این یکی از به نظرم عواملی که اشاره شما به همین بود، خیلی میتونه این اگه مستمر باشه در طول سال. بله. توی خونه، توی مسجد، توی همین مکانها این گرده های قرآنی و معنوی خیلی میتونه موثر باشه. از همینی که الان عرض کردم خدمتتون، بچهای گزارش گرفتن نقدن، ببینین و برگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. بسم الله. این ذریح مطهر و این گنبد و بارگاه و این صحن باصفا و این شبستان چشم نواز و دل نواز همه سال هر شب و هر روزش عطر و بوی مدینه میده ها. اصلا نشانی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مملکت خدا قرار داده. امام صادق فرمودن، امام رضا فرمودن، از روایات برمیاد علما بزرگان، آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه اشاره مستقیم داشتن از طرف
حضرت حجت، اینجا نشانی از حضرت زهراست. همیشه بوی مدینه میده، اما همچین که نزدیکی های نیمه رمضان میشیم این بوی مدینهش قشنگ دیگه همه وجود آدم رو در بر میگیره. شما میتونید بیاید این عطر و بوی فاطمی رو در این مکان مقدس استشمام بکنید، در آستانه ولادت کریم اهل بیت. گفتش که من این جمعیت رو میبینم حیفه، مردم اگه حواسشون هست، شما هم پای تلویزیون حواستون هست، من 2-3 بیت بخونم حقش رو همه انشالله ادا بکنن. گفت در ماه خدا نور ولا می آید، خنده به لب آل عبا می آید، بر حیدر و زهرا و محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چرا؟ آخه میلاد امام مجتبی می آید. الحمدلله رب العالمین که ما رمضان رو فرصت پیدا کردیم به نیمه و شب ولادت امام مجتبی برسیم. گفت گر حسن نیمه کنه ماه نبود، هیچ کس بیمه کنه راه نبود. الحمدلله رب العالمین. خب عرضم حضور شما که موضوع امروز برنامه ما که هنوز شروع نکردیم راجع بهش صحبت بکنیم، روش‌های اعتماد سازی در خانه است بین اعضای خانواده. سوالی که اول برنامه مطرح کردم از بیننده بزرگواری بود که به 3011-22 ارسال کرده بودن. ما موظف بودیم سوالشون رو بپرسیم. شما اگه سوالی برای ذهن مبارکتون پیش اومد میتونید به 3011-22 ارسال بفرمایید. ضمن که اون عبارت یا معصومه رو هم میتونید ارسال بفرمایید و پرچم متبرک رو انشالله دریافت بفرمایید. آقا ما چیکار کنیم تو خانواده، ما آقایون، که خانوما به ما شک نکنن، کاملا اعتماد داشته باشن؟ یا خانوم چجوری برخورد بکنه، اعضای خانواده که همدیگه رو هی چک نکنن، میگن این الان مثلا با کی داره حرف میزنه، کجا رفت، چرا دیر اومد؟ میدونین همش تو این حرفا، چون اینا آرامش رو از ما میگیره. اعتماد تو خانواده نباشه اصلا آرامشی هم نیست. بسم الله. ببینین بحث اعتماد سازی در محیط خانه بیشتر یه عامل پیشگیرانه لازم داره. درست. یعنی ما باید قبل از اینکه خدایی نکرده سوء ظن طرف مقابل و بدبینی طرف مقابل رو به سمت خودمون سوق بدیم، باید حتما از عوامل پیشگیرانه استفاده بکنیم. معمولا عوامل پیشگیرانم 2 نکته مهمه. یک، مراقب کلاممون باشیم، جملات و کلماتی که اعتماد رو سلب میکنه بر زبان جاری نکنیم. 2، رفتارهای اعتماد ساز نشان بدهیم. حالا هر کدوم من در قالب 1-2 تا مثال توضیح بدم. مثلا یه موقع خانمی آمده بود، جوانم بود، تازه ازدواج کرد و همسرشون میگه با جای تراشون این ما با آقامون حسابی مشکل داریم. آقام گله من بود، میگه آقا زن من بی خود به من بی اعتماده. بعد گفتم خب میشه ماجرا رو اصلا تعریف بکنیم که چه شد. یه موقع خانم گفتش که آقا من مثلا اوایلی که ازدواج کرده بودیم با آقامون گفتم که غیر از من زن دیگه هم میخوای بگیری یا نه؟ او برگشت گفتش که حالا ببینیم چی میشه. خب ببینید ممکنه حتی شوخی کرده ها، این دیگه کارو خراب کرد تا بله. یعنی ببینید اون وقت دیگه این زن نسبت به شوهرش بدبین میشه. بعد کار به جایی رسیده بود که آقا میگه آقا میاد جیب من رو میگرده، موبایلم رو چک میکنه، میگه خیلی عذر میخوام، میگه حتی میره توی ماشینم رو گاهی اوقات بو میکشه که ببینه بوی عطر ادکلونی چیزی تو ماشین بوش میاد یا نه. خب این تو یک کلامی گفتی که اون اعتماد سلب شده. یه موقع میبینیم مثلا آقا برمیگرده به خانمش میگه آره امروز داشتم میومدم فلان خانم همسایه، همون چشمابیه رو میگم یعنی یه جمله میگه بله، یعنی تا چه عمق نگاه چقدر بال. بله. بعد ببین الان خانم میگه ببین این چه خبره، اینی که داره به من میگه بیرون داره چه جوری چشم چرانی و هیزی میکنه که اینش به من رسید. خب ببینید این کلام اعتماد رو سلب میکنه. یا میاد از دیگر گوشی تلفن همراه خیلی عامل شک برانگیزیه. دقیقاً همین که مثلا مخصوصا رمزش رو فقط خودش میدونه دیگه، همسرش نه. این قاعده شما بگین باید بدونن یا نباید بدونن؟ الان من عرض میکنم اون میخواستم اینو تو بخش دوم بگم. رفتاری ببینید گاهی اوقات ببینید حتی خانم مثلا میبینید خانم شروع میکنه
از یک مردی تو فامیل تعریف کرد، آره قبل تو یه خواستگاری اومد ماشاءالله چه جوون خوشبر و رو و چه مثلا خوشتیپی بود، شغلش هم خوب بود. خب ببینید تو داری با این جملاتی که میگی شوهرت رو به خودت بدبین میکنی. بعد میبینیم یه مرتبه یه خشم پنهانی تو دو طرف شکل میگیره، رفتاراشون با هم دیگه بد میشه، نگاهشون به هم دیگه منفی میشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این کلام رو ما مدیریت نکردیم. لذا آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که اصلا انسان هوشمند، انسان خردمند، انسانی که زبانش در پس عقلش باشه، بیاندیشد و بگوید. و لذا ببینید البته اینم من عرض بکنم یا موقع این ذهن خطور نکنه که ما بیرون هر کاری میخوایم بکنیم حالا زبونمون رو تو خونه کنترل بکنیم. نه، هم باید ما ذهنن، فکرن، رفتارن، قدمن، همه اینها رو نسبت به خانوادهمون قابل مثلا اعتماد سازی بکنیم، اعتماد ایجاد بکنیم و زمینه‌ای رو فراهم کنیم که اونا به ما سوء ظن پیدا نکنم. اما اجتنبوا من مواضع الطعام. بله، وجود مبارک به نظرم امام هادی علیه السلام هست، امام جواد علیه السلام هستن که میفرماید گاهی رفتارتون رو مراقبت بکنین که طرف مقابلتون هم به شما سوء ظن پیدا نکنه. ما خدا حفظ کنه یه استادی داشتیم خیلی نکات اخلاقی رو میفرمودن توی مباحثشون. مثلا سوار اتوبوس شدین، جمعیت هم زیاده، شما الان دستتون از جیبتون در میارین که این میله وسط اتوبوس رو بگیرین، ناخودآگاه دستتون بخوره به طرف مقابلتون کنار جیبش هم میخوره. یه عذرخواهی کنیم بگیم ببخشید من میخواستم میله رو بگیرم دستم به شما خورد، که اون هزار فکر رو خیال نکنه که فکر کنه من میخواستم دست بکنم تو جیبش پولی، موبایلی، چیزی بردارم. پس یک اعتماد رو باید با پیشگیرانه از طریق زبان ایجاد بکنیم. نکته دوم رفتارهامون باید اعتماد ساز باشه. نگاهامون باید اعتماد ساز باشه. مثلا مثال عرض میکنم، یه موقعی یه آقای شاید قبلا هم بیان کردم با خانمش آمده بود، میگه با تراش این خانم من به من بدبینه، بی اعتماده. گفتم چطور؟ گفت هر وقت میشینیم سریال حضرت یوسف رو ببینیم تا زلیخا میاد میگه دیگه با اون نگاه نکن، به من نگاه کن. گفتم ببین شاید حق داره خانمت، مثلا خانم ببینین جزنگریشون قویه، داره عمق نگاه تو رو میبینه که وقتی زلیخا میاد چجوری داری نگاهش میکنی. یه نگاهی به زلیخا میندازی، یه نگاهی به زن خودت میندازی، اینا رو خانم‌ها توجه میکنن، میگه بی حتما داره تو دلش هم میگه ببین یوسف زن داشت ما هم زن داریم. خب ببینید همین منجر به اون بدبینیه میشه، نگاه بدبینان. گاهی اوقات مثلا میبینیم متاسفانه اتفاق داره تو رسانه‌های تصویری اتفاق میفته، آدمای خوشبر و رو و خوشتیپ و خوش‌اندامو میارن تحت عنوان مثلا نمیدونم مجری و نمیدونم و همین چیزایی که خود شما بهتر میدونید دیگه من نگم. خب مثلا آقا میشینه پای تلویزیون یه لحظه حس میکنه که مثلا الان داره این برنامه رو نگاه میکنه، موجش هم خانمش داره اذیت میشه، بیا خانم جان بی زحمت این کنترل رو بده، من همون بزنم شبکه مستند همون حیات وحش ببینم که بدبینی ایجاد نکنه تو خانم. بعد یه موقع ما میگیم نه تو نباید اینجوری باشه. بابا نه، اصلا بدبینی گاهی اوقات ناخودآگاه انسان ولو خودش رو داره کنترل میکنه، ولی تمام عوامل بیرونی انگار داره میگه تو باید بدبین باشی اینجا. نمیخوام بگم درستا، لذا همون روایت امام جواد اینجا محقق میشه. وقتی اصلا بزنم همون شبکه خبر ببینم، به شرطی که دوباره اونجا هم دوباره خبرگوها بله نباشه. و حتی این واقعا آسیبی امروز تو جامعه که داره شکل میگیره. معمولا ما کسانی رو میاریم در مقابل دوربین ها که یکی از فاکتورهامون اینه که باید چهرهشون جذاب باشه و این نگاه به نظرم باید تو کلن همه رسانه های ما اصلاح بشه. یعنی ببینین ما وقتی که سلبریتی رو بهش وزن میدیم اندیشه رو داریم وزنش کم میکنیم، فرد رو به جذابیت های ظاهری سوق میدیم، در حالی که باید اون اندیشه و فکر محوریت باشه. نه اینکه ما ببینیم مثلا واقعا یا آقای آدم خوشتوان و خوشفکر و اندیشمندی حالا بر روی خوبی نداره، اینو حذفش بکنیم، بگیم حالا این نیاد
چون ممکنه مخاطب مثلا زده بشه. نه، باید اصلا فرهنگ سازی به این سمت باشه که افرادی رو که ما نگاه میکنیم میاریم تو موضوعات مختلف، اون نظام خانواده رو هم ببینیم. من یه موقعی مشهد بودم، نایب الزیاره شما در صحن جمهوری سخنرانی میکردم، در ایام عیدم بود. یه مرتبه رو کردم گفتم خواهرای بزرگوار، اون خانومی که چهره زیباتری داره باید روش رو تنگتر بگیره. گفتم اصلا من کاری به مبانی اسلامی ها اینا هم ندارم، اصلا یک نگاه اجتماعی. ببینید بالاخره همه مردها که زناشون زیبا نیستن. بله بله. مردم هیچ زن نیستن که بگیم میان هیچ چشترونی میکنن. با یه مورد نگاش میفته ناخودآگاه تو ذهنش مقایسه میکنه، تو چقدر خوب، زنش اون چهره‌ای که او دوست داره رو نداره. ممکنه همین میزان نوع رفتارش با همسرش تغییر بکنه. لذا ما میگیم در نظام فکری اسلام اون اجتماع موضوعیت داره. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه. یه موقعی من بحثشون رو بکنم یا در همین شبکه قرآن میشیدم یا شبکه یک بود که مجری آیه سلجو هم مجریشون بود، از ایشون یه سوال کرد، گفت آقا یه فردی پول حلال داره، از شیر مادر این پول حلال ترش. حالا مثلا موضوع شاید بره 10-12 سال پیش باشه، میخواد بره به 700-800 میلیون مثلا یه ماشین خیلی شیک و لاکچری و لامبورگینی نمیدونم چیزی بخره، آیا اشکال داره؟ ایشون فرمودن شرعاً نه، ولی اخلاقاً حرام است. تو وقتی سوار این ماشین میشه 4 تا جوان میبینن، دلشون میخواد، ناراحت میشن، ممکنه از دین زده بشن، ممکنه به پدر مادر و خودشون ناسزا بگن که چرا اینا پولدار نیستن، ممکنه به خودش بد و بیرا بگه که چرا استعداد پول در آوردن اون چه این نداره. آیا این ظلمه به این فرد نیست؟ من نمیگم حالا همه بیان یه جورم سوار شن، ولی من میگم ملاحظات اجتماعی را هم داشته باشیم ما در جامعهمون. این به عنوان یک نکته تو زندگی مشترک هم همینه. یعنی یه موقع من ملاحظات همسرم رو داشته باشم. خانمم مثلا یه مقدار ممکنه توپل باشه، حالا یه کسی رو تو فضای مجازی تلویزیون میبینم بگم به به مثلا این ببین چقدر خوش هیکله. خب این چقدر حالش بد میشه این زن، چقدر فشار میاد روش. مثلا اون کم و کاستی که تو خانمم هست رو یه جورایی بولد کنم تو جاهای دیگه میبینم. بله. این چیز درستی نیست قطعا. اونم بله، اونم درست نیست. ببینید آقا، حالا من یه نقدی بکنم، دو سه بار واژه مجری رو به کار بردین، گفتین مجری یعنی من احساس کردم واسم پاشم اصلا کلا برم. خیلی ممنون که مجری رو تحویل گرفتین. یه نکته دوم که چقدر دقیق فرمودید راجع به تصویر کشیدن زیبایی ظاهری خانم که دارن رسانه‌های غربی ازش استفاده میکنن و الگو بردن از اونها. کجا میگن این راه که میروی به ترکستان است میشه، ما نباید اون مسیر رو بریم. بالعکسش به تصویر کشیدن زیبایی های معنوی و نورانی یک بانوی خانم رو باید بهش وزن داد. میخوام الان یاد بکنم از یک خانم اتفاقا و یک بانویی که اون تصویر زیبا و معنوی و روحانی که از خودش ارائه داده در قالب فرهنگ، هنر، ادب و شعر همچنان ماندگار و مانا خواهد بود. چقدر خوبه که ما اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم. شاید از خودتون سوال بکنید چرا الان آقای مجری برنامه یاد خدا میخواد از شاعر گرانمایه سرزمینمون پروین اعتصامی یاد بکنه؟ به خاطر اینکه ایشان اتفاقا یکی از ستارگان حرم هستن که ما ازشون نور گرفتیم، میگیریم و خواهیم گرفت. یکی از پر افتخارترین شاعران زن سرزمینمون که به روح بلندشون سلام و درود و صلوات میفرستیم و این بخش رو تقدیم میکنیم خدمت شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 شمسی در تبریز به دنیا آمد.
نام اصلی او رخشنده بود و پروین تخلص و نامی است که خود انتخاب کرد. پروین ادبیات را نزد پدرش یوسف اعتصامی آموخت که شاعر و از رجال سیاسی بود. علی اکبر دهخدا و ملک الشعرای بهار از دیگر اساتید وی بودند. او در دوران کودکی زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی را نزد پدر فرا گرفت. اشعار پروین در مجله بهار چاپ می‌شد. سپس در سال 1314 دیوان شعرش در 238 قطعه شامل غزل، قصیده و مثنوی و حاوی بیش از 6000 بیت شعر به نخستین چاپ رسید. بانو اعتصامی در سال 1315 از پذیرفتن مدال لیاقت حکومت امتناع ورزید. او پیشنهاد رضاشاه برای تدریس ملکه و ولیعهد را نیز نپذیرفت، زیرا به گفته که خودش باورهای او در مورد ایستادگی در برابر استبداد اجازه نمیداد در چنین مکانهایی حاضر شود. پروین شعر معروف صاعقه ما ستم اغنیاست را پس از این جریان ساخت. پروین اعتصامی به دنبال ابتلا به بیماری حصبه در روز 15 فروردین 1320 در سن 34 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش به قم منتقل شد و در صحن اتابکی حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام آرام گرفت. این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده‌ام عنوان شعری است که پس از مرگ این اختر چرخ ادب از او یافتند که اکنون بر سنگ مزارش نقش بسته است. آرامگاه این بانوی شعر پارسی اکنون محفل شاعران ایران زمین است. الهی که به حق این ذریح مطهر، این گنبد و بارگاه، این ذریحی که بوسگاه علامه طباطبایی در هر روز ماه مبارک رمضان بود و افطارشون رو با بوسه به این ذریح مقدس باز می‌کردن، الهی به حق این ذریح خیلی زود پای شما باز بشه این مکان مقدس. خیلی ها از اینایی که اینجا هستن دست خالی اومدن، ولی انشاءالله دست پر از حرم میرن. شما هم انشاءالله جزوشون باشین. حدود 6-7 دقیقه وقت داریم تا پایان ببینیم تکلیف چیه، روش‌های اعتماد سازی رو برای ما بیشتر من قبل از این که بخوام چند تا روش رو خیلی خلاصه‌وار محضر بزرگواران بیان بکنم، یه نکته میخوام یه فوت کوزه‌گری رو بگم که این اگر ما بهش توجه بکنیم خیلی از این مشکلات از ما دور میشه. این یه قاعده متاسفانه امروز در بین زوجین وجود داره و اینه که عیبای همدیگر راحت به هم میگن، یا واکنش نشون میدن یا با زبان بدنشون اخمی میکنن ناراحتی، ولی خوبی‌های همدیگر رو سخت بیان میکنن. بعد جالب اینه که ما خوبی‌های دیگران رو هم راحت بیان میکنیم، خصوصا اگر یه انتصابی هم به ما داشته باشه. مثلا من مرد خواهرم رو خوبی‌هاش رو راحت‌تر میبینم میگم، خوبی‌های برادرم رو راحت میگم، پدر مادرم رو راحت میگم، خانومم همینطور، زبونم بهم میاد. من به نظرم اینو بهش توجه بکنیم که این یه خطره. یعنی اگر دیم خوبی‌های دیگران رو راحت میبینیم، بیان میکنیم و عیب‌های همدیگر رو راحت میگیم و بیان میکنیم در بین زن و شوهر. حالا برای اینکه بخوایم این رو اون فوته رو بگیم ما انشاءالله کمک بکنیم، نکته اول برای اعتماد سازی اینه که خوبی‌های همدیگر رو ببینیم بگیم. یعنی گاهی اوقات من با آقایون میگم آقای موقع باید بشینه مقابل اصلا خانومش، از چهره خانومش تعریف بکنه، بیان بکنه. میده این خانم چه حس خوبی پیدا میکنه، میگه شوهرم من رو داره میبینه. یا خانم توانمندی شوهرش رو بگه. مثلا این آقایی که صبح داره خونه میره بیرون، خانمش داره بدرقش میکنه، یه جمله بدرقه آقام میکنه، کنار اون بدرقه قدمی بدرقه کلامی هم داره که خانم به آقا میگه تو قهرمان زندگی منی ها. یعنی آقا خیالش راحت میشه که چشم این زن دیگه به مرد دیگری نیست، شوهرش رو داره قهرمان میبینه. ببینید بیان خوبی ها. بعد ببینید این لئن شکرتمی که ما داریم انقدر در روایات و بالاخره کلامای نورانی اهل بیت و اینها ازش یاد میشه،
که زیاد میکنه نعمت رو همینجاست دیگه، یعنی شکر نعمت. وقتی تو نعمتی رو ذکر میکنی، بیان میکنی، بلذا خوبی های همدیگر رو ببینیم. نمیگم بریم عیب دیگران رو بیاریم تو خونه بگیم، نه، ما به عیب دیگران هم کار نداریم، ولی خوبی ها رو که بگی عین یک مخزن انرژی و عیب ها رو هم به تدریج رفع میکنه. پس بخل کلامی نداشته باشیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که مراقب باشیم عواملی که میدونیم طرف مقابلمون ممکنه دچار یک بدبینی بشه. همین نکته‌ای که شما اوایل بحث اشاره فرمودید. مثلا من روی گوشیم رمز میذارم. بله، گاهی اوقات خب این گوشی میخوام اگه دست کسی افتاد نتونه به محتواش دسترسی پیدا کنه، ولی همسرم کسان دیگر نیستن. همسره؟ بله، نزدیکترینه به منه. اتفاقا بعد به خانمم میگم خانم بیا با هم دیگه میخوایم یه رمز بزنیم. چی بذارم؟ رمز. بله، چه رمزی بذاریم؟ حالا یه موقعی میبینی رمزا شکلیه، یه موقع اثر انگشت، حتی این گوشه اثر انگشت چند نفرم میتونن اثر انگشتشون رو به عنوان بالاخره پیش‌ورز امنیتی به این گوشی بدن. رمزو گذاشت رفت، بعد عوض میکنیم سریع که دعوای دوباره راه بیفته. نه واقعا بگیم اصلا نباید من چپ چپ هم نگاه کنم. مثلا گاهی اوقات آقا مثلا تا خانمش گوشیشو برمی‌داره اینو ضربان قلب آقا تند، خانم اینو متوجه میشه. خب این معلومه. بعد حتی اگر نگاه نکنه خانم داره یک بدبینی پنهانی به همسرش پیدا میکنه. پس ببینید اینم نکته دوم، سعی بکنیم عواملی که حساسیت ظاهر رو به کار نبندیم. از مجری‌ها احیانا مثالی چیزی بله، مجری‌ها هم خیلی خوبه، فقط یه مقدار همه جوره بیارن در هم بیارن آیه قوامی، همش خوشتی پا و خوش چهره ها رو مثل آیه قوامی مثل نجم الدین شریعتی نیارن. ذره پروریش ایشون چرا ما که نبود. نه، ما در غیاب شما یه مثالایی هم داریم درباره شما حلال کنید بعد از برنامه. این مجری بله، اینم یه نکته. این برای تلطیف فضا شب ولادت امام حسن مجتبی است، ان شاءالله که با نیت خیر داریم این فضا ایجاد می‌کنیم ان شاءالله. بعد نکته سومی که اینم خیلی میتونه کمک بکنه، سعی بکنیم هیچ وقت در حضور همسر از جنس مخالفی تعریف نکنیم. بله، حتی از پدرمون، حتی از مادرمون. مثلا آقا حق نداره جلوی خانمش از مادرش شروع کنه تعریف کنه، مادر خودش را، یعنی مادر شوهر. نه، چرا؟ لازم نیست. مشک آن است که خود ببو. بله، خود ببوید دیگه. مادرم خوبه، خودش نشون داره میده خوبه دیگه. لازم نیست که من بشینم به ایشون بگم که ممکنه حساسیتش رو برمی‌گنگ، یا خانم مثلا بشینه از خوبی‌های باباش یا برادراش جلو شوهرش بگه. خب اینا حساسیت برانگیز میشه. اگه آقا از خوبی‌های مادر خانومش بگه چی، یا خواهر خانومش بگه حتی اونم نباید خیلی بیان بگه. نه یه موقعی میبینه همونم یه حسادت برانگیزی میشه و واقعا هم گاهی اوقات پیش آمده. حالا من جسارت عرض میکنم، مثلا آقا میگه من یه موقعی از مادر خانومم تعریف کردم، میگم خانومم چپ چپ به ما نگاه کرد، چرا مادر من تعریف میکنی؟ نگاه بهش داری؟ یعنی اونم دوباره یه بدبینی ممکنه ایجاد بکنه. ولی باید بدونیم اینا بالاخره طبیعی آدم بالاخره میبینه. یه موقعی مثلا مادر خانمم یه کاری انجام میده، آدم تشکر میکنه، مثلا اومده کمک همسرم فرزندی به دنیا آورده، مدتی کنار او بوده، خانم خیلی مادر زحمت کشید، حتما هم زبان من ازشون تشکر میکنم، من خودم از ایشون تشکر میکنم. ولی اینکه بشینم مثلا یک تعاریفی که ممکنه منجر به اون سوء برداشت طرف مقابلم بشه اینم نداشته باشم. اما نکته آخر رو هم بگم، برخی رفتارهای سوء زن برانگیز رو هم انجام ندم. مثلا چطور الان آقا اومده خونه، تا وارد خونه میشه خانم گوشی خاموش کنه بذاره کنار، و آقا وارد میشه این گوشی دسته، چرا یه مرتبه نکنه خبری بوده؟ نه، قشنگ اینجا توضیح بدم برای آقامون، آقا نمیخواستم شما وارد خونه میشین گوشی دست من باشم، بله دوست داشتم به استقبال شما بیام. یعنی اون رفع ذهنیت منفی رو بکنم. بله، آقا همینطور. آقا مثلا یه مرتبه خانم میبینه آقا وارد خونه شد، گوشی قطع کرد و گذاشت تو جیبش، قشنگ بگه نه مثلا رئیس اداره‌مون بود داشتم باهاشون صحبت میکردم. و برخی خطراتی هم که امروز داره اتفاق میفته اینا پیشگیری کنیم. مثلا خانم ببینید نام همکار مرش رو گوشیش به نام خانم سیو میکنه، آقا نام همکار خانومش رو
در محیط کاری به نام آقا سیو میکنه. گاهی اوقات ممکن نگاهش هم بد نیست، بخاطر اینکه حساسیت برانگیز ولی من میخوام بگم این پنهانکاری دوباره خودش خطرناکه. این حالا یه زمانی متوجه بشه دیگه هزار تا داستانم. پس خود این که انسان بخواد سوء ظن رو بر نینگیزه، اصلاح رفتاری هم تو انسان ایجاد میکنه. خیلی ممنونم از تراشین عزیز. ان شاءالله به برکت راهنمودهای شما و مثل شما کانون خانواده سرشار از حسن اعتماد و سوء حسن نیت و در واقع عاری از سوء ظن و اینها باشه، سرشار از صداقت و محل امن و امان برای همه افراد خانواده. خیلی استفاده کردیم. اجر شما با هستی کریم. عوامه ندارین. التماس دارید. شما خیلی ممنونم که تا لحظات پایانی ما رو تماشا کردید. یه چند دقیقه دیگه فرصت تا اول اذان هست که به 301122 عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایید و پرچم متبرک این آستان مقدس رو دریافت بفرمایید. الهی که امشب و فردا شب مخصوصا در خونه حضرت کریمه، در خونه حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی همه حاجت روا باشن، چون داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب شب ولادت سبز پوش فاطمه سفره‌دار مدینه آقا امام مجتبی علیه السلام. من 3 بیت تقدیم بکنم و شما خداحافظی بکنم. عرض میکنم که عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد، رمضان تازه از امشب رمضان خواهد شد. جانم عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد، رمضان تازه از امشب رمضان خواهد شد. خبر آمدنش بین گداها پیچید، همه گفتند فراوانی نان خواهد شد. ای جانم به سفره‌دار مدینه. خبر آمدنش بین گداها پیچید، همه گفتند فراوانی نان خواهد شد. اعتقاد دلم این است که فردای ظهور اشهد ان حسن جزو اذان خواهد شد. ان شاء الله به برکت ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. التماس دعا عید شما مبارک. یا حق. خداحافظ. آقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم.